به نام یاد خدا رسیدیم به قسمت 5 آموزش ویدیو کلوبمون. توی قسمت قبلی با هم دیگه اومدیم دیتا بانک اطلاعاتیمون رو طراحی کردیم صورت کامل داخل اسکیل سرور. بعدش قرار شد که با هم دیگه اصلاح پروسیجر هم تعریف کنیم که رفتیم و از محیط سی شارپ با یه طرفنده‌ای اون اصلاح پروسیجر رو همه رو تعریف کردیم. بعد قرار شد که توی این دیتا سیتی که تعریف کردیم این کار انجام بدیم تا استراک پروسیجرمون تعریف بشه. اومدم یکی دو تا جدول رو براتون مثال زدم و بقیه جدولاتون هم به همین میزان همه رو باید بیارید داخل همین دیتا سیتتون و هر وقت داداتون همه تکمیل شده همه رو تعریف کردیم حالا دیگه کارم با دیتا ست تموم. بعدش این فرم یه که برامون خود پروژه درست کرد ایجاد کرد. من میخوام حالا یه شیوه مثلا یه عکسی رو به یک کاربر نشون بده و بعد یه فرم لاگینی باز بشه بعد چند لحظه که حالا قرار این قسمت به همین بپردازیم. میایم تو قسمت پراپرتیز اولین فرم یکیمون اپلیکیشن که باید اون تایتلش عوض کنیم. فرم یکی نه خیلی نباید باشه، مثلا همین چیزایی نباید استفاده کنید، کانال فارسی بنویسید. ولی من میخوام از این فرم به یه شیوه دیگه کلا کار کنم. همین خاطر میام توی خاصیت به نام فرم بوردر استایل. این فرم بوردر استایل کارش اینه که بوردر اطراف رو با همون تایتل بالاش رو میتونید تغییر بدید از اینجا که اینا هم خاصه نام بذارم که هیچ دیده نشه. حالا میخوام یه عکس به برنامه اضافه کنم، یه عکس. و همین خاطر میام از توی قسمت تول باکس هم میگم دنبال یک مؤلفه به نام پیکچر باکس. پیکچر باکس رو انتخاب کردم به فرم اضافه میکنم و میام از این کنارا به این شیوه اینجوری اینو مثلا تا این اندازه فرم ایجاد میکنم که کل این فرم دیگه فقط پایینش یه خورده قرار میدم که میخوام یک نوار وضعیت هم بذارم. مثلا وضعیتش تا اینجا اومده و وقت 100% وضعیته اون چیزی گذاشتم اونجا 100% شد. بعد فرم جدید هم باز بشه. بعضی که پیکچر باکس انتخاب کردید میتونید فلش کوچیکی کنارش هست توضیحش رو بزنید ایمیج رو انتخاب کنید. میتونید از قسمت پراپرتیز قسمت ایمیج و اینجا اون عکس مورد نظرتون انتخاب کنید. حالا من اینجا عکس رو میخوام عکس انتخاب کنم مثلا اینه. حالا اینجا دو تا روشه، یا این لوکاله یا اینه. اگه لوکال باشه خیلی زیاد خوب نیست چرا که فایلتون رو نمیاره جلوی کنار فایل‌های پروژه. ولی اگه از این قسمت دوم انتخاب کنید هر عکسی هر جایی از سیستمتون که انتخاب کنید یک کپی ازش داخل فایل‌های ریزالت برنامه‌تون قرار میگیره و هر وقت پروژه‌تون جابجا هم کردید اون فایل‌ها همیشه اون عکس و اینا باهاش همراهش هست. پس حتما از روش از یکی دوم و همین قسمتی که پروژکت ریزالت فایل از اینجا این کارتون انجام میدید. ایمپورت رو بزنید اون فایلتون رو اد کنید. وضعیت کردید اینجوری به فرمت اضافه میشه. این انتخاب میکنم. حالا یه عکس زیاد مرتبط نیست با پروژه‌مون ولی خب یه عکس اینجوری فقط گذاشتم صرفاً جهت آموزشتون. بعد میام سر وقت یه استراک باکس چیزی توی تول باکس یه نوار وضعیت مثلا مثل پروسس بار وجود داره اینجا که اگه اون شکلش هم یه جوری مشخصه شما میتونید اینجا قرار بدید و بعد از چند لحظه مثلا این پورت شد مثلا فرم جدید برات باز بشه. ولی من نمیخوام از این استفاده کنم. من اومدم به ویژوال استودیوم حالا کلا دف کامپوننت رو روی سیستم نصب کردم که اینو مثلا میبندم و بعد اومدم یک تب تعریف کردم دف کامپوننت هم بهش اضافه کردم. بعد این کار کردم حالا داخل دف کامپوننت من از یک اضافه میخوام استفاده کنم که خیلی خوب بود. این استپ ایندکتوره که اینو به فرم اضافه میکنم. اندازش هم نمیخوام تغییر بدم، میخوام اینجوری باشه. یه خورده حالت ظریف مانند و شکل بهتری داره. بعد این استپ ایندکتور یه خاصیتی داره به نام خاصیتی استپ چی بود؟ استپ کانتنت. اینو من میذارم 100. از 100 هرچی بیاد پایین‌تر این میزان پر بودنش بیشتر میشه، یعنی بیشتر پر میشه. جوری در چپه کار میکنه اینجوری مثلا. حالا من یکم کار کردم با این خاصیتش میخوام کار کنم. مثلا اگه من بذارم 1 فول میشه دیگه پر میشه. من میخوام در شروع 100 باشه که هیچ یعنی خالی یه جورایی اینو که اشتباه زدیم توی استپ کانت اینو 100 میکنم که در میزان کم خودش برسه. بعدش
میخوام با برنامه‌نویسی این کار انجام بدم پر بشه و بعد این پر شد یه فرم جدید برام باز بشه. برای انجام این کار مجبوریم از تایمر استفاده کنیم. توی تول باکسمون و توی قسمت آل ویندوز فون یا توی قسمت دیگه هم باید باشه. اینا میاد این بقیه میاد چیکار میکنه؟ همین آل ویندوز فرمه ولی اینا میاد قسمت بندی میکنه، مثلا چیزی مثلا گزارشگیری رو توی یه جا جدا قرار میده و اینجوری، بگه همه داخل همین آل ویندوز فرم وجود داره. از این قسمت من میام دنبال تایمر میگردم. تایمر رو که انتخاب کردم این تایمر رو روی فرم کلیک کنم به برنامه اضافه بشه و اگه بخواید این پایین به برنامه اضافه شه. تایمر یه خاصیت خیلی مهم داره، حالا یکی اسمشه، یکی انیبل و اینم جنریت ممبره و از هم مهمتر همین خاصیت اینتروالشه. اون هر چی اینتروال تایمر پایین تر باشه مدت زمانی که این کار انجام میده سریع تره. خیلی خوب، حالا من میخوام چیکار کنم؟ دو تا خاصیت یک تایمر داره، یکی استارت، یکی استاپ، عملیاتی که انجام میشه. تایمر را شروع کار میکنن و استاپ هم که مثلا از کارشون وای میسن. ما میخوایم وقتی که فرم به محضی که باز بشه تایمر هم شروع کار میکنه. برای اینکه مثلا به محضی که فرم باز بشه یا لود بشه روی فرم لود بازی کار. روی فرم اگه یه بار دابل کلیک کنید روی فرم یه تابی به نام فرم لود باز میشه، به برنامه‌تون اضافه میشه. داخل این میتونید هر کدی که بنویسید به محضی که فرمتون اجرا بشه اونا اجرا میشه. اسم تایمرمون هست تایمر 1 دات استارت. یه به محضی که فرم باز شد بیا برام چیکار کن؟ تایمر 1 رو استارت کن. این یکی از کارهایی که میشه انجام. در شروع میاد تایمر رو شروع کار میکنه. حالا تایمر که شروع کار کرد باید چه کاری واسه من انجام بده؟ میخواد همون استپ ایندیکتور که روی فرم هست و خاصیت استپ کانتش رو پر کنه، این قسمت بیاره به 1 برسونه، هر بار یکی کم کنه و بیاد به 1 برسونه و بعد یه فرم هر وقت که دیگه خالی شد یه فرم جدید برام باز کنه. پس برای اینکه کد نویسی تایمر اونایی که توی زمان میخوان تغییر کنن کار انجام بدن و بنویسین روی تایمر که این پایین هست روش دابل کلیک میکنید تا قسمت یا تابع تایمر کلیک باز بشه. بخشن تیک. بعدی که باز شد استپ ایندکتور دات یه مقداری به نام کانتنت، نه کانتنت نباشن، استپ کانتنت کانت برابر است با استپ ایندکتور دات استپ کانتش منهای 1. اگه دقت کنید چرا گذاشتم منهای 1؟ چون که دیدین که هرچی میاد کمتر میشه اون بیشتر پر معلوم میشه. بعد این کارو که انجام دادم چیکار میکنه؟ میاد میگم برو مؤلفه استپ کانت و استپ کانت اون شیء استپ ایندکتور رو هر بار بیا هر چی هست همونو بذار اونجا و یکی دیگه هم ازش کم کن. یکی دیگه هم منهای 1 کن، یعنی هر چی هست منهای 1 کن. چه زمانی کارم با این تموم میشه؟ هر وقت اون دیگه کوچکتر یا مساوی 1 شد. درسته؟ چون 1 پر بود دیگه. حالا من میگم کوچکتر مساوی. هیچ وقت توی تایمرها هم وقتی کاری خاصی انجام بدین نگین دقیقاً مساوی، چون همیشه مساوی خطا میشه. اگر یعنی همیشه هم نه، ولی خب خیلی مشکل برمی‌خوره. اگر استپ ایندیکتور دات مؤلفه یا خصوصیتی به نام اینه که علامت اینجا دست مانند داره اگه تو خوزنه اونم بهش میگن پراپرتیز یا خصوصیت. استپ کانتش خب کوچکتر مساوی 1 شد یعنی اینکه پر شده دیگه، اون استپ کانترمون چی شده؟ پر شده. میایین دو تا آکولات باز میکنید و داخل این آکولات زمانی اجرا میشه که این شرط برقرار باشه. هر وقت کوچکتر مساوی 1 بود میاد داخل این دو تا آکولات چی میشه؟ اجرا میشه. قرار چی کنیم؟ قرار یه فرم دیگه باز بشه. من چون یه فرم بیشتر ندارم با یه فرم دیگه به برنامه اضافه کنم. پس میام توی قسمت سولوشن برنامه برای اینکه یه فرم اضافه کنید کلوب یا اون اسم پروژکتتون توی سولوشن برنامه‌تون کلیک راست اد نیو آیتم، بعد این ویندوز فرم رو انتخاب میکنید. حتما دقت کنید این طرف ویژوال سی شارپ باشه، بعدش هم ویندوز فرم. حالا من میام اینو اسمش رو میذارم فرم لاگین. حالا هر فرمی که هست اسمش همون بذارین که بهتر باشه. خب این فرم اضافه شد، ما فعلا باهاش کاری نداریم، فقط صرفا اینکه میخوام باهاش کار کنیم روی فرم اضافهش کردم. حالا روی تایمر دابل کلیک کنیم این قسمت کدنویسیش کنیم. حالا در صورتی این شرط اون برقرار بود و اون پر شد
اون شیء استپ ایندکتورمون پر شد، میخوام اول همین فرم که اسمش هست فرم 1 رو ببنده، اون فرم رو برام باز کن. برای انجام این کار که این فرم رو ببنده، قبل از این کار رو انجام بدی، الان وقتی که این شیءمون فول شد و این شرط برقرار بود که کوچیک‌تر مساوی 1 بود، یعنی چی؟ یعنی که کار تایمرمون دیگه تموم شده. اولین کار باید این کارمون باید تایمر رو متوقف کنیم. می‌زنیم تایمر 1 دات استاپ. این از این تایمر یکیمون. حالا میگم حالا که دیگه کار تموم شده، اونو پرش کردی، استاپ نگه دار، دیگه تموم، کار تایمر تموم شد. حالا که این نگهش داشتیم، بیا برای اینکه این فرم رو ببندیم، کدوم فرم میخوام؟ من همین فرم یک قرار بسته بشه، فرم جدید باز بشه. خیلی برای اینکه این فرم رو ببندیم، یک فرمی رو اسم فرم صدا میزنید، البته با تو همون فرم قرار داشته باشه. دات یه خاصیتی داره به نام اکتیو فرم دات های. به این شیوه شما میتونید یه فرم رو ببندید، اسم فرم دات اکتیو فرم دات های. حالا فرم جدید رو میخوام باز کنم. برای اینکه فرم جدید رو باز کنید دیگه این راحت نیست، باید حتما یه متغیری از نوع اون فرم تعریف کنید و اون متغیر رو صدا بزنید تا باز بشه. چجوری؟ اسم فرممون چی بود؟ این فرم میخوایم باز بشه لاگین دی بی. این که اسمه، شما میتونید هر چیزی بذارید دیگه، مثلا لاگین اس ام، هر چیزی که شما اسمی که دوست داشتید میتونید بذارید. من اینجا میذارم دی برابر است با نیو فرم لاگین. به این شیوه یه متغیر به نام دیبی از نوع فرم لاگین تعریف کردم. حالا من باید دیبی رو شو کنم، دیبی دات شو. اینجا ما دو تا خاصیت داریم. حالا شو آیکون اینا و تسکبار که پراپرتیزن، این که پایینی هم که هیچی، فقط این دوتایی که کنارشون این حالت صورتی مانند داره، اینا به کارمون میاد. یکی شو، یکی شو دایلود. حالا هر کدوم چه کاری انجام میده رو یه مختصر جزئی الان بهتون میگم، ولی کلا باید من یه مثالی درست درمونی باشه که بتونم توضیح کاملش رو قابل فهم باشه. شو که بذارین فرم جدیدی که باز میشه، یعنی فرم لاگین دیگه، شما میتونید اون فرم کلا اون طرف مثلا در حالتی بازه بی خیال بشین بریم مثلا دوباره یه دکمه دیگه رو مثلا بزنید و باشه کار کنید. ولی وقتی شو دایلوگ میذاری، یعنی این فرمی که باز شده تا وقتی که کار به اون فرم تموم نشه، اون فرم رو ضرب در نکنی، نمیتونی جای دیگه کلیک بکنی. حالا میگم این توضیحاتش رو بهتون دادم، ولی وقتی مثال نباشه نمیشه این کار رو. شو رو میذارم یعنی چی؟ یعنی بیا برام اول تایمر استاپ کن، بعد یک فرم رو ببند و یک فرم جدید برام ایجاد کن. میریم استارت. قبل از این کار بکنم من میرم تایمرم، پراپرتیز تایمرم هم میزنم، من تو قسمت پراپرتیز تایمر انتخاب میکنم و اینتروالش رو یه خورده کمتر میکنم، چون 500 یه خورده زیاده، میخوام زودتر این کار انجام بشه. میرم اجرا. بعد این اجرا کنم یه خورده وای میسیم، میبینید که پایین داره پر میشه. بعضی این پر شده که این فرم برام باز شد. پس کارمون، کاری که می‌خواستیم انجام بدیم و برامون انجام داد. حالا این که اول من این کار انجام دادم که وسط فرم باز میشه، ولی فرم لاگین دیدین یه خورده کنار باز شد. فرم لاگین من بازش میکنم برای اینکه یه فرمی رو بخوایم وسط باز کنیم. دیدین که رفت این فرم لاگین وقتی باز شد این گوشه سمت راست افتاد. و این بیارینش وسط، یعنی میگین که به محضی که من این فرم با هر مثلا این فرم لاگین باز شد، بیاد وسط صفحه نمایشم باز بشه. یه خاصی دارم به نام، اگه فرم انتخاب کنید بیاین تو قسمت پراپرتیز، یه خاصیتی به نام استارت پوزیشن دارن که اینا باید خاصیت سنتر اسکرین قرار بدین که وسط صفحه براتون این فرم هم باز کنه. میرم اجرا دوباره. حالا میگم هر چه زمان تایمرتون این اینتروالتون کمتر کنین زودتر باز میشه. ولی خب دیگه یه جوری الان اوکیه. خیلی خوب، اینم از کار امروزی که قرار شد انجام بدیم. حالا دیگه چون زمان فیلممون خود زیاد شد، فرم لاگین باشه برای جلسه بعد. پس موفق و مؤید باشین. امیدوارم تا اینجا هم به همراه این آموزش خودتونم بیاین جلو که مشکلاتونم بتونیم برطرف کنیم. موفق و مؤید باشین.